دوستانای عزیز، بینندگان گرامی، مخلصا مبارزا، تماشابینا، امیدوارم که خوب صحت سلامت باشین. همین کلمه را میگم استفاده نبرم که خوب صحت سلامت باشین. همین کلمه باور که طوری نمیگیره در حیاتی ما، برای همون میگم استفادهش نبرم. راستی مزه گریخت همین روز بسیار بگیم اینم پیچکر پول نگیریم کدگی تر مزه نیست دیگه. به هر حال وقتی وطن در مصیبت است بگیم این مزه ما هیچ. وقتی مزه وطن نیست، در پیش مزه وطن دیگر مزه ما یکون چی نیست. همینطور یخ کردیستم نمیدونم. خلاص در کدام مسئله گپ زدنی بدم؟ مسئله که یک 3 نفر در مسنجم نوشته کرد در باره همه آخران نواره که بگیم کرده بودم. در همه مسئله کمتر صحبت میکنیم و 3 کس بگیم که در مسنج علاهیده نوشت درد غم حلب شد. یعنی که قریب هر سهش بگیم که یک خیلی برین هست. اما یک تشه بگم با فکرم اما هر سهش برین میشه و یک تش کم تری خیلتر کرده گفته یک تریگش دیگه خیلتر، یک تریگش دیگه خیلتر. خلاص می ترسیده بود است. کنکریت نبا اودا گرفت و گردنش گرفت. می ترسم گفت انا واقعا بعضن حالت ها و همون بعضن حالت ها بسیار وقت ها در برای همون دخترای سر لیچه و غیره ها گب می زده بود است. یخی چم گب می زده بود است. چند مدام بگیم که با ایمان بوده است. از با ایمانی شگب می زده است. فقط ایمان یک طرفه ایمان. خیلی خلاص هر سهش مقصدش یعنی که همین چیزا گفتن. یا تاش گفت که یک آدم همین خیلی باید حاضر دیگر خپ دم کرده است. نوار تا نشان دادم کراچی بعد از دیدن نوار تو دیگر نق گفتن تو نیست، یگون گپ گفتن تو نیست. من گفتم که اینا انشاءالله حضرت داملو در برای رقص سرود امر معروف کردی، دری امر معروف کردی، دری برای امر معروف نمیکنه بچه طلب دوره را. دیگر گفت جانم شیرین است. داملو هم فتاست که جانم شیرین است. البته جانی مادر شیرین نیست، جانی شما شیرین است. برای همو گفتم که دینا که مادر یک تازه کدیست که تو که شما سلوچای نغلطین که جانتون شیرین است. گفتن همیشه و یکی چی نشین غلطیده اگون معیب نشین. گفته اون شیرینی جان شما را نگاه کرده، اون مادر را جان شیرین نیستی کارا کرده ایستودن. و در برای سوال داده است که مثال همین اوقات دادن همیاده. خلاص و حضرت بگیم که حضرت ایشان در این کارم زدنی خود زده است. گفته من نمیکنم این کارا نمیتونم. بگه که سلامتی زندگیش سوزای کرده تا اینجای زندگیش مرید پریدا داره. مریداش در همه جا هم دولت های دیگر ده تجارت میکردگی مریدا داره، مدگرف داره. زندگیش خوبه گفت حضرت. یکی من گفتم که همین خیلی قلن هفته یک بار ارگانیزه نمیکنی مریدو تا نمیگوی همین کارو را بکنم بچه گفته گیره تاست که این کار کنیم. یعنی که کراچی مسئله کراچی خیلی آمدگی است که ایت رب امام علی یعنی ربای امام علی هستن یفتودن لیزو کراچی. خود امام علی میکششون میپرونشون دورشون میکشه کوچه میرونه تجاوزشون میکنه نانشون میته نمیته هر کاری میشوه نمیشوه
بگیم اینه ببینین یک آدمی که از دین گپ میزدگی انسان از امر معروف میکردگی انسان مردم اگه حضرت که گفت значит آدمی در کوریه خیلی خدرت داره که را حضرت میگن همون حضرت حتی که در نان دادن مریدو شبگه که همی ارگانیزوات کنین همیو عبید پبید ستالویو را گپ زنین همیو بخرن ستالویو بنویسه شما پولوشون بتین که یا مادرها هستن همی گپ ده زد خود زده است که نه 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 ما لزید نمیکنیم کاروچی کوری حکومت ده ما اصلا دخالت نمیکنیم. این ای است برادرای عزیز ایشانای شما ملاهای شما و غیرت اینو و بگیم که سنت اینها میراثبر پیغمبر هستن سنت پیغمبر میبرن این می هستن این حتی که در این مسئله گپ زدن و سبسته حتی که در نان دادن که همیو را زندگیشون در یک ارگانیزوات کنیم زد خود زده است دست که نه 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 که خودش نمیکنه همون شاگرداش هست مریداش هست همون تجارت میکرده به دست از در هر دولت و کشورها در روسیه و در قزاقستان و غیره جا تجارت میکرده است یعنی که این حضرت خوب بگیم که به دست در دولیش کنو چروی میکرده است. انا خلاص یعنی که حضرت در اجازت خود زده است اینا که شما خطون قضاوت کنین در این طرف شه این طرف شه خطون قضاوت کنین انا که ببینید این حضرت زد خود میزنه ما مادر ما میگم مادر من نه امر معروف میکنه نه دیگه چی حاضر اگر بگمش حاضر بکلا گرفت حاضر خیلی چکنم یکون مبلغ روی کنم میگیره یک دا آشه یکون چیه میپزه بگیم که نان در بالاش 4 تا نان دخوفکگی پخته مونده بگیم هم منطقه خود یکون جدا باشه برده میتیه یعنی که اوچه من یکون حضرت یا نه مولویه نه امر معروف کنه هیچ کی نیست و یکون پریستاویتیل یکون دین یکون چی نیست یک آدم یاد دیه یک بگیم پاجیزن در همون یتیم خونه کار کردگی یتیم ششتگی یتیم رفتگی یتیم را شوکوشون توزه کردگی او خود کردگی یتیم ده این همی قریب 30 سال قریب در یتیم خونه کار کردگی عادی انسان اما میکنه میروه میکنه و انسانی که هر روز شما را در مسجد و در دیگر جا امر معروف میکردن حاضر نه کامنت کردن و نه گپ زدن و بعضی هاش که بگیم که بچه ها سوالش دادن کل نیروز گفتی هم گپا جرد گوزه زدن خداشون به طرف گرفتن هم کار شدن هم گنگ شدن گفتی هم گپا هم کور شدن ندیدن نشنیدن ندیدن هیچ نمیکنن اینه می است فهمیده نکن کدام جنت شما را گفته ایستادنی یا فهمیده استیم که کدام جنت گفته ایستاده است در حالت که خیچون باور ندارن در جنت خیچون میترسن خیچون این دنیا را دوست میدارن خیچون پولی دنیا را دوست میدارن این همی هستن این همی و کلی خرک کردی مردم ما خریب همی خیلی است یک مدینه بسای بود که بود اما یک نوار کده بود ما تو سرد لیچای ما نصیحت کرد بعد مدینه بسای و گفت که یا в Дагестане гов, кто хочет, гов, мне наказать или доказать что-то, приезжайте, гов, зачем, блядь, на YouTube болтайте, гов. Хама видеош, ам номи Дагестана шнавид видеошон удалить кардам. Хама насихат кун шидин, ама аузу биллахи мина шайтони раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ина худованд дар Қуръон гуфтааст ки ина бояд ма пеши раҳи тра бигирам, бояд ма тра насихат кунам. انا همه نصیحتگر شد یک یوارا در یوتیوب 1 میلیون نصیحت برآمد ما گفتیم که بود چسبیدن بود اینا که نصیحت کنین شروع اینا را اینا بگروین اینا وقتی نصیحت رسیده است میتونه نصیحت کرده جیگت هستی نیستین شما آدمی را که میدونین یک دختره که صاحب نداره از به صاحبش یا که در روسیه
یک گروه جوانو رفته دخترا را رفته زده تو در دیسکوتیکا کار میکنی تو سیگارت میکشی تو عرق میخوری گفته تو تانتا میفروشی گفته زده سیونکو کده موی سرشون تراشیده خودشون رکلام کده در یوتیوب در پایانش میلیون ماشاءالله شرینر کنی شرینر کنی ماشاءالله کنی در این مسئله گم نمیزنی نمیگروی که از همون تنفروشی در پستر اسازی کاری که یو کرده ایستادن بالا پودکه خونه بگیم تراتوار توزه کرده ایستادن از این پستر است کنی گپ زنو کنی دیپوتات هایی که وطن دوستی مردم هم میخوان تربیه کنن وطن دوستی کنی همی از وطن دوستی تو فهمیدین که دوستای عزیز فهمیدین که کی دیپوتات شما هست فهمیدین که کی پرزیدنت شما هست فهمیدین که کی رهبر به جنت میبردگی شما را کیا هستند شما را جنت دعوت میکردگی فهمیدین یا کیا هستند اگر تو شما انسان نشناسید که هیچ وقت شما در زندگی موفق نمیشین برای که هر وقت در چخری میزنین هر وقت روزی دروز از آبروی زن گپ میزدگی ملوها از رمال زن گپ میزدگی ملوها از سطر حجاب شن شرفی زن گپ میزدگی انسان ها این احوال دیده چی گپ نمیزنن حتی که میگن که یعنی که او چیزی که امام علی در دخالت داره و غلاموی امام علی هستن ما او را چی نمیگیم تمام یعنی توچن ادرس ها و نی گپ زده نمیتونن یکان توش حتی که اوقات داده نمیتونن دو خوشون نمیرسن که ما او جلیزید نمیکنیم یعنی که ما گشنه باشم سطر هیجا را با کی دعوت میکرده در حالت که زنی تاجیک ما گشنه باشه یا طبق اوقات کرده برده داده نتونی 4 تا سموسه خریده برده داده نتونی یا ترمز چای کرده برده داده نتونی که در نمو تراتوارو تو پدنالتو میگرده خب کنی اینسو و کی را شما دعوت میکنین با حجاب و با سطر نمیدونم با دیگر چیز کی را دعوت میکنین یا که بیرون از تاجیکستان بودگی با حجاب دعوت میکردگی انسان و مسلم ها و غیره ها میگفتگی انسان ها کنی کدامید گفتی هم گفت دوخ کردین که همون ارگانیزوات کنین چیز یکانجا بگیم یک یکان اوقات پاوقات یکان چه ارگانیزوات کنین نیست بفهمی نمیرم همین امر مرفوعی که کردین اما شاید دلیت کنین پرتویه مردک گوری از همون خوبتر از که همون آبروتون کم ترک با دمو جوش میسته همین در باره زن عموما گب نزنی عموما دیگر زنها را که جنت دعوت نکنین یکون جو دعوت نکنین نمیدین برای که خیتون باوری ندارین همون زن از پشت من تو بریم بیناموس مرد همه احوال دومده زدگی است و خدا قسم در خونی همو در جانی همو در خنق خوردنی های همو اون سخن هایی که از کتاب قرآن میگن که برای یک مرد همه جوابگر برای یک زن همه جوابگر میشود و غیره میشود باور کنین همه جوابگر هستین هر یک خنق خری های کودکا در 30 سال به سویت چیشتن شما مردم با صبر دعوت کردین 30 سال در جایی که با مردم دعوت کنین تو که مردم بخیزه حقش طلب کنن چه بشینین صبر کنین توقت کنین چی نمیکنن روزی دروز نقل کردین بو خنده ها کرده یک
یک صحابه وقتی در خونش یک همسایش یک کاسه اوقات آورد، صحابه گفت که من حاضر نوش کردگی هستم، خوردگی هستم، همین اوقات باز به کسی دیگر بر بده. یک روز یک کمپیر رفته است بود که پیغمبر از پیشش برآمد. بعد گفت که بچم یک محمد است، باور نکن. بعد این سونکه را گرفت برداشت رفت تا همونجا. بعد گفت مادر محمد من هستم. کمپیر جوش دیگه ایمان آورد که برای سونکش برداشتن. شما کی ایمان میارین؟ اگر یو کمپیر برای سونکه ایمان آورد سیدکاش برداشته، شما کی ایمان میارین؟ همین قصه های دروغ است، دروغ بافته است. من سمم دلی من میگم نیستی خیلی چیز که یک آدم سیدکش برداری بعد بگویی که ما هستم اوه این قدر اخلاق خوب داری و من پول پیرویت هستم. این دروغ است دیگه. و بافتن برای چی میگن؟ بعضی چیزا را میگن که امروز نه او ضعیف است میگن کو، یعنی که در وقتش یک خراب بد گذشت و بعد اومدن آدم او را فهمیدن و گفتن که نه او ضعیف است، نمیشه او. یکی 100 ساله ها 200 ساله ها همون گپ خاطی مردم ها بگیم که پاکایت کردن آورد. همون کی روز فتگی است باور همون نشه است فتگی است کو واقعا امروز میگم شما را همون فتینود میکنه در همون یا نشکش نشه نداشته باشه دیونا میشه و کو هم خیلی دوری ماچیتو دا میدر اومدن مردم کلاشون در کندو زده گیریه کرده دو هر یک کلمه دا او الله اکبر الله اکبر گپ میزدن نالش میکردن همه خیلی کنی نزنکو ده نالش کنی ناخی برامده الله اکبر بگی ناخی چه برامده نیست. میدونین سببش چیه؟ سببش که باوری ندارین خودتون. اگر شما باور میداشتین و میدونستین که در راه حق برآمده مقدان روز جنت میره و شما میبرامدین ولی بر وقت کو در پتری میزدین. بله یه وقت هم خیلی هم گروه مردم را فهم کردیم برو وردین این چیز بدگی است. و در برای اخیران سوالی که یک برادر در میسنج با ما صحبت کرد کمترک سوال داد در برای سوال شما پروتیف امام علی هستین، یعنی که هیچ به نهضت اسلام هم یعنی یک پهلوی او است. چرا شما زید یک پهلو مبارزه میبرین و پهلوی دیگر طرفداری میکنین؟ گفتگی بگیم که سوال داد برادر عزیزم. راستی من گفتم که من در افیر میگم این سوال تا جواب شه. من یگان طرف پهلوش نیستم برادر عزیز. ما همون چقدر که در امام علی باشم در دیگرش هم همون هستم. من گفتم که اگر که ملت انتخاب کنم از سر قدرت بیام هر دی طرف از سال 90 تمام دله ها تمام جنایت ها و تمام هر چیزی که گذشتگی است هر دی طرف رسلدونی برده می شود، هر دی طرف زندان کرده می شود. هر دی طرف ایو یک دیگریش بخشیدگی است. من ملت هستم، من یو را بخشیدگی نیستم، نه ایشه نه ایشه. من را ادکریت هم میگم. این قدر مردمی که قربان شید امام علی قطعی نهضت شاید یک دیگر را بخشیده باشن. این پرابلم بین خودشون است بخشیدگی. اما ما ملت نه امام علی شه بخشیدگیم نه ایشه بخشیدگیم. ریال نه. این یگون جای پنهانی نداره. از همون سال 90-89 کی سر شدگی است کی سر کردگی است همه اینمی دیلا داکومنت هم میبرداریم. یک لو گفتی هم گفت مرده باشه که مردهش سود میکنیم. در یک زمانی یک زوغ میاد در بلوی سری لیلینده میرینه ستالین میخیزونه بگه که زوغ سود کنین میگیرن زوغ در آسمان که پاجیزنی سود میکنن. فهمیدیم؟ حکمی قتلش میتن در آسمان. یعنی که مرده باشه ما مرده شون سود میکنیم. عنوان دارن تمام عنوانوش بکار میکنیم. هر دی طرف شه یا طرفش نی هر دی طرف شه
من نه طرف ایشم نه طرف اوش. من راستش میگم. من شهروند هستم. من اذیت کشیده هستم. از پشتی کدام روزای سخت ما دیدگی نیستیم. در میدان خوب کردگی هستیم، در کوچه خوب کردگی هستیم. از پشتی سالای سال مادر ما در قنارو در پشتش سرک چینده که با که گشتگی است. ایتاری هزارها مادرای احوال دادگی هستند و توی امروز همه احوال دادگی هستند. یا فکر میکنین من تنها امام علی را گفته استودم؟ نه برادر، فقط که امروز امام علی هم قدرت داره. ما قطعی نهزه دوزی چی گپ زنم قطعی و ایو هم رنگ ما بوریا نوزی نه که در جنایت های کردگی جواب میده. وقت حکومت در دستی مزد هر یک تینر یک کپک همه رسلید میشه تشکیل کرده میشه و گروپ هر یک انسانی که وطن افروختگی است، ملت افروختگی است، فرق نداره نو بسته است کی است، نو بسته. میگم که اگر که مادرم باشه، پدرم باشه، اکم باشه، دودرم باشه، فرق نداره نو بسته است کدومیش، هر دی طرفش مردگیش در قبرستان سود میکنیم، تمام نام نشان عنوانش میگیریم، در سپیسکای بگیم خیانت این ملت ده میگذرونیم، زنده‌اش هم بگیم همچنان در میگیریمش جواب میتن در حبس. ما ایرا ریال نمیگم، ما ایرا پنهان نمیکنم. اگر که شما بگین که چرا تو کبیره قطعی سلام میکنی، علیک میکنی، میشینی میخیزی گپ میزنی، ما میتونم قطعی ممالی اموز سلام کنم، علیک کنم، بشینم بخیزم گپ زنم. برای که حاضر من شهروندی عادی هستم. نه که من نه ایشه بخشیدگی هستم جنایتچی، نه ایشه. روز حکومت در دست ما اومد زد، روز مردم مرا اختیار کردن همچون رهبر و از همون روز بسم الله الرحمن الرحیم تمامی بگیم دله در تفتیشات میدروید. همه دله طرف میسته پول نه سال 90 چی شید که جدا بودن، چیکار کردن، ایکی گرفتن، چیکار کردن، کی اسپانسرشون بود، کی چیکار کرد، همه ایو متریال ها جمع میشود با خوبی میوید و دست پای چون هر یتش میوید با خوبی بخشیش میپرسه، نکلینی میسته، اسلوبیای وطن آینده را در پیشش میمونه، پود پیش میکنه، جنایت سخت کردگیش زندان میشود. مایده چویده پیرواش گفتی همون گپا این طرف هم اون طرف هم یکم پرابلم نداره آزاد میشه. یعنی که این ریال نه هست، این ریال نه هست. یکم جایی با جایی نداره. من ایره در این طرف شم میگم، در او طرف شم میگم. این دلای جنایتی که چند صد هزار تاجیکستانی چقدر کودکا و چقدر زن چقدر مرد مردن، یعنی که این چیزو همه رسلیدونی میشه. بدخشان کی زد، از طرف بدخشان کی چیکارو کرد، از این طرف چیکارو کردن، همه ایو همه عدالت همه یوره. اگر که کدام وینوات است گفتی هم گفت پاپولنی پروگرام گفتی هم آخرون مدل قطعی جواب میده در پیشی ملت، زندان میشه و غیره کروش بگیم که میشه. هر کسی که باشه فرق نداره. میشل گیری ما را امکیام خودش در جنگ اشتراک کردگی و او هم بگیم که بیطرف نمیمونن، ای طرف رسلید و نمیکنن، در فلان جا در خیانت کردن، خلق عادی را پروندن، در اومدن. اگر فرق نداره هر چیزیش که پیدا شود، ما را حکیم اگر 100 باشه میبرم زندانش میکنم. این معنی او را نداره که او میسته. ما را تقویم یه امر پلیت کار کردگی است. اگر جنایت کرده باشه تقویم میره زندان میشود. ایجا بخشیدن نیست، ایجا وطن ساختن است. او یکی نیست که تقوی تایت ببخشش، شمکی تایت ببخشش، جیان تایت ببخش. این چیز نمیشود. هر جنایتی هست
بگیم که یک لحظه تفتیش کرده میشه. майда етапна историко ҷамъ мешаванд, меомӯзанд, ҳар тарафа бигем ки меёранд ҷавоб метан ва ҳарди партия дигар партияи сиёсӣ намешавад, существоват намекунанд ино. ва ҳар як инсон аъзо буданд, бигем ки қатъиёшон буд, намедонам чӣ кор доштанд, ҳарди партия подпиш мекунанд ки умуман дар сиёсати дохилии Тоҷикистон ё берунӣ ва ғайраш даҳанашонро намекушоянд, зиндагӣ мекунанд, пай зиндагишон мешаванд. Тамом. партияи нав ташкил мешавад ки умуман дар ҳамин будагии инсонода рабт надошта боша аз дигар ҷо. партияи нав ташкил мешавад, аз Бадахшон боша, аз Суғд боша, аз Хатлон боша, аз ҳамаи ҷо партияи нав свежи пачка ташкил мешавад. ва бигем ҳукумата бояд майда пеш мебарем. яъне мақсади ман ин аст. ман реально мегӯ мерам. ҳозир пока шанс доранд, ҳардушам существоват доранд ва ҳардушам бигем ки чӣ кор карда истанд, якдигарда мухолифат карда истоданд. пока кардан бигирам. ман инро озод мегӯям дар пеши ҳамат инами навор. рӯзе ман сари қудрат омадам, ҳарди партия существоват намекунад. ҳизби ин намедонам бо чанд таи дига байни худошон кушодагӣ бошанд, ё ҳама ё аялав документош меянд, адпад айпай зиндагишон мешава ҳар кас. ӯ тарафшам ҳамхел ба ҳамун условия бигем ки мерава айпай зиндагиш мешава. оли жёстки будан надидем, оли сахт будан надидем, оли гизала шадидаги нестем ки ҳукумат чӣ мешавад. оли надидем ки гуфти ҳамун гапо барои миллат, барои сарзамин мебарӣ, гуфти ҳамун гапо амакию тағоита мебарӣ дар пушти зиндон метиқиш мепартоиш, мегӯи неҷа бишинед шумо карден ҷиноята. хеле аст фарқ надора ки шумо дар онав ҳолат бигем ки баъд мефаҳмем ки ин ватан, ин миллат дора фарзанде ки барои ояндаи ин сарзамин ва сохтани ин сарзамин ба ҳамаи кор тайёр аст. ба ҳамаи кор, ба ҳамаи жосткис гуфти ҳамун гапо ку тамоми чизда тайёр аст ки бирава. яъне ӯ инами ваъда дода истам шумода ма хидмат аст. агар форатон, агар на форатон ки ҳамун гапо худтон медонед, дави аспотон рафтан мегиред. хунатон обод боша, бовар кунед арақ кадистам бо ях кадистам, печка гирён дурун ба фикрам температура 80 градус гарм аст, ма ях кадистам. хунатон обод боша. дигар инами чеҳраҳои инсонҳоро бибинен ҳама вақт ва бишиносен ки кадом рӯз ва чӣ кор мекунанд, чӣ ҳолат доранд ва чӣ қадамҳо мемонанд. аз ҳамин ҷа бигем чеҳраҳошона бигем ки мебинем. вале дар бораи гурӯҳи 24 савол додӣ. дар бораи гурӯҳи 24 баъд фикр ма алоҳида мегӯям. бигем ки ҳамин кадом инсон аз намедонам амниятӣ буд, кадоме буд реально қатъим чахчах карданда, бигем ки ҳамун ҳақиқата хос бифаҳма. фикр назари мара шахсан. ман фикр назари хидма гуфтам ки дар эфир мегӯям, медонем. ва дар бораи гурӯҳи 24 фикр назар табу гуфт, яъне ки реально ҳақиқата. бале мегӯям ҳақиқата, бигем ягон ҷои гапчап надора. агар худованд соғ саломат бошам, шояд пагай ё пагаи дига бигем ки эфир кунам. агар касал шам, дигар намедонам. хонатон обод боша. ҳатман подпискаро фаромӯш накунем. ва дар ин масъалаам фикр назар ма мегӯям. дар эмомалӣ қатъи наҳзат, яъне ҳизби халқи демократӣ ва ҳизби наҳзати исломи пештара ва имрӯз ба чанд ҳизби дигар тақсим шидагӣ ҳастанд. яъне гуфтам фикр ма ҳар якташ кадомиш дар ҳамун ҷинояткуш аст, ҷинояткардагӣ аст, бигем ки ҷавоб медиҳад. соли 90 бахшида шидагӣ нест ҳеҷ гап. фикри ман ҳамин аст. зинда бошед. метавонем фикр назартона бинависем. ина мулоимо, бигем ки ина мулоимо. ҳамин баъди 90 рӯзи дурӯз амри маъруф мекарданд мардума.
اینم هست. این همه دینگوز میزنه روزی مصیبت میلاد میویا، همه دینگوز میزنه، همه میفهمی نمیره. بعضی انسان خودشون از خودشون میخواهم بگریزن، نمیاد. یا فکر نظرتون از زیر کامنت انتظار میشه. خونتون آباد باشه. پادلیت کردن، لایک موندن فراموش نکنید. تمام نوارو را هر کی که میبینین مردک شین در زندگیتون، حداقل پادلیت کنین، نترسین دیگران ببینه و سری مسئله را حل کنیم. نباشه فردا در جای نو یک زنکی که خنکش میزنه تبرکلوز میشه و میبره در اونجا، شاید فردا باز فردا یا چای تا ببروه یا زنی تا ببروه یا که دختری تا ببروه در اونجا کار کنه. میفهمی امیرم؟ یعنی هیچ وقت از مصیبت یا از پرابلم گرفته حل نمیشه. از یگان چیز گرفتن قطعی حل نمیشه، یعنی پیش رفتن قطعی حل میشه. خفا رفتی و پرابلم ها میمونه و زیاد میشه. این عادی ترین چیز اگر یه یاره داشته باشی، اگر تو را تبابت نکنی، یعنی که مونی بگوی خیلی چی نرس بیسته نرس بیسته، اما یاره چند قدر کلان میشه، آینده ضررت میکنه، مرض میشه و میره. همین حالت هم امروز همین خیلی کلان شده اومد که مرض شده ایستاده است. امروز جامعه مرضم شده ایستاده است. اگر که امروز ما نخیزیم گپ نزنیم، فردا این مرضم جامعه را میکشه. فهمیدین که برادرای عزیز؟ همین یکی چه ناموس کنین پادلیت کردن دا پوست دیگران تماشا کنن. اون نوارم این نوارم، همین سه تا نواری که گپ زدگی هستم، ناموس کنین و طلب کنین برین در پیش حاجی میرزوی دیگر شایمونین بگو چی با در بورای زنای کوچارویی که تاجیکستان کوچه‌اش میروان امر معروف نمیکنی، گپ نمیزنی در این باره. سوال کنین چی با نمیکنی؟ چی با از حکومت چی با مردم طلب نمیکنی که بخزنی حکومت پوچش بشکنه که تو که زنا را بناموس کرد، زنا را کوچارو کرد. میگین که یک کافر یک زن رمول شجقیدن دا گردنش گرفت گفته اینه یک گله 10,000 زن کوچارو کرد پرتاف. چرا مردم طلب نمیکنین در کار بخیز نمیگین؟ مردم حقتون طلب کنین، حق مادرتون طلب کنین. گفته چی به مردم امر معروف نمیکنین؟ یک دختر رقص کنه بعد امر معروفتون منتش کرده میمونی. نه دختر رقصیده است، پول کار کرده است، کوچه بروه، یخ بروه، چیکار کنه؟ ترا میفوره عذاب بکشه، خنکش بزنه. نه رقص میکنه پول کار میکنه، آشش شوه برقصین پول کار کنی. هم خیلی مردای بیناموس باشه چیکار میکنی دیگه؟ هم خیلی نیست. خونتون بود باشه بریم با حاجی میرزا را و دیگر بگینم بچه طلب داره که بخی مردم طلب که برای انقلاب بخیزن تا که این مرض ما از بین بره. اگر دوخ داشته باشی، اگر خودت ایمان داشته باشی، اگر با گفتگیات خودت باور داشته باشی که شیطانی که مردم پولش نخورده باشی، افریست نباشی، اگر ایمان با خدا و خداوند داشته باشی، ایمان با پیغمبر رسول با دین قرآن با صحابه داشته باشی، بخی مردکش مردم طلب که بگو برو این چه احوال است؟ چی احوال است؟ زنی تاجیک، زنی که فردا بچه تاجیک تولد میکردگی در این کوچه احوال است. ببرو مردکش گپ زد. اگر ایمان داشته باشی، اگر ایمان نداشته باشی دخ نکنی گپ زدن دکو. سگی مرا ایمان شایته بالاتر است، خری مرا ایمان شایته بالاتر است که زورش بیا کو هنگس میکنه. ترا تمام زور آوردن کو نق نگفته ششتگی هستی در همونجا. پس دیگر کو فردا شما بازم در پیش این ملت جوابگر میشین و شما در این وطن دیگر در زندگی کردن هم شرم میدارین. دیگر سگ در این وطن قدر میکنه کو شما نه. من دستم دا بزنین کو سگ قدر میکنه و شما نه. من اینمی درجه دا میارم میرسونم شما را. تو همی درجه میارم که باور کنین از اینمی زنکا دا کو پسترین کارو را میکنین در کوچه میگردین. شما امروز وقت دارین طلب کردن. امروز یگت هستین. سلامت سربلند خونتون آباد باشه.